الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقتی جنابی عیاض ابن حمار نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن و خواهش کردن که علمنی دعا. حضرت یگان دعام نشان بده، یک دعام نشان بده که مقصد از همون دعا استفاده کنم. پیامبر نازنین ما حضرت عیاض ابن حمار گفتن بگو که اللهم اینی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی. تعلیمات پیامبرمان برادران عزیز این بود که عیاض هر گاهی که دعا کردنی شدی بگو که پروردگارا هر چیزی که گوش کردنش بر ضرر گوش من باشد و هر سخنی را که گفتنش بر ضرر زبان من باشد و هر نظری که در او پیشگاه تو در خطا و گناه باشد که چشم ویوار مرا نظر میکرد و هر یک گمانی که به قلب من میگذرد اگر این هم که نادرست و خطا باشد و در اخیر راهی که قدم ما به سوی حرام میزند، خداوند گفت از اینها به سوی تو پناه طلب میکنم. ما هم برادران عزیز از فرصت‌های بسیار مناسب استفاده برده و این دعایی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر همنشین خودش بر صحابه خودش تعلیم داد، این بسیار خوب میشود که اگر برای هر کدام ما و شما هم دعای دائمی من باشد، زیرا خیلی دعای مهمی هست که وقتی که پناه طلب میکنیم از گوش کردن هر چیزی که به زیان ما هست، از گفتن هر چیزی که به زیان ما هست، از نظری که بر زیان ما هست، از هر گمان ها و اندیشه هایی که در قلبمون میگذرد که بسیار گمان و اندیشه های نادرستند و همزمان راهی که ما را به سوی حرام میبرد. از این دائم برادران عزیز، از این 5 چیزی که پناه طلب کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما هم اگر در دعاهامون همین شریک کنیم بسیار برای ما و شما خیر و نیک میشه. و از خدای بسیار مهربان خواهان هستیم که الله مهربان این خیرها و این احسانهایی را که برادر ما حاجی نصرالله یک از روی محبتشون و از روی واجبات ایمانشون این کاری خیر انجام دادن، الله مهربان دستگیری هم دنیا و هم آخرتشون گرداند. کاراشون در خدا بازم کشایش و برار بتد، گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت و
باز هم اخلاص هاشون و محبت هاشون و آن ترس هایی که در دل دارن از ذات بیچون و چرا، خداوند این را باز هم برای این برادر ما حاجی و نزدیکاش زیاد بگرداند. برادر عزیز و گرامی، پیش از حدیثی را که من برای شما باید خوانم که راویش جناب امام ابو هریره هست و افتادن رای گم کردم با قبول کردم. مرحبا.